یک جواهراتی زن برادر از نومی منوچهر فدراسیون روسیه معروف پایان اعلان کردی نزدیک بیو پایان دروازه پایان یک تا قالین حاضر در نزد بلنگوی یکی از شواندازان امید بخش هم نیست پیر بوده استریش داشته بچه بابای عبیدالله ذکرالله برادر توفای بهترین میدان را نصیب کرده گیره نام به نام قابل جان اسبی پدرش تخلصی اسب سنایپر بچه ها سنایپر با سنایپریست این بچه گب نیست مانند این بچه سنایپریست خوش آمدی برادر خوش آمدی فضلو خوش آمدی سی بیا اول ایجا بیا فضلو سلام میکنم و بگی ای خوش به حالت پهلوان خوش قپیدگی ای پهلوان پرتو زمینده مایلش کسی باشه برای میدانی پهلوانی بزکشی شاه و گدا یک ای برادر شاه و گدا وای پهلوان ای وای کیاور گذراندن کی حق داره او را حرام میگه حرام گفتن عموما ممکن نیست حرام گفتن در کار که به مرا گذشت باشه هی مردم چیگه بگی داوری مرکزی میگه همو ای بچه داور داره میدان داور داره دیگ قلپوش داره برادرو داور چیزی میگه وای انصافی خود چیزی میگه نمیگه خودش میدونه ای بچه یکی تولی بیا نزدیک جای دور جغ نکاخی ممبری همینا پگاه بیای همه بشنوه گپی مرا ما هیچی نگفتم ما داورم نگاه کنم میست گپ میزنیم اینجا دیگه گپا گوش کن اینجا بیو
اینجا گپی کی حالی خرای پایان بوده همی بوزه اعلانش خرای بالا نبوده چه داخی پایان ده برادر بره بس که تو دور به پیجا بس تو برا دادنش حاضر پرتافتی قطبالدین چوانداز جار چی؟ علی شیر بچه قطبالدین جارب کلی اسپی رئیسی پیر از طرف داوران مرکزی حلال کن که ده صاحب توفقش خوش آمدی علی شیر خوش آمد فهموندنی هستم که اینجا جای خفگی نیسته چبرلا نک بیرق آزاد که مردک بپرتویا بزه برای خرسندی کدهی برای خودت برادر نکدهی بیرق باید دایم آزاد باشه برادر بیرق آزاد باشه ای بزه ما برای همی کدن که همی مردمی ایمن آجارب خل بدانه که بز چی های خودش ای برادر توی شم سوار تایلاق شم سوار خر شم سوار بنویسیش در یوتیوب پرتوش راه گرفتن مردکم مینچه سوزاندن بز کاری جوان مردی های ننگ آر و ناموس و سخاوت پشگی مردمی قشلاقه مردمی ولایت جمهور نشان میته برین بزه در کامera تماشا که چی خلای بایداغ ده یگان کس نیسته یگان کس دوورم نیسته مردک اگر حقیقت پرتوفت خودش میگه حلالای چی پرتوفت سامان بالاشته جواهراتی زن هم چله و هم نگین هم گوشوار برادر پرابه داره در سیما 1100 سامانی بالاشته یک تلاواری در خلطه چند تلاواری داره حاضر زفر چوانداز مراد بخش باز بیاکایی مصطفی زنگی بابا 200 سامانی پول با قرب اسعار تاجیکی دروازه نوم بانو مظفر اگه دور به برادر خوش آمدین اگه این از چی دور بسید دروازه آزاد باشه دروازه آزاد باشد برادر حق به حقدار میرسه حق به حقدار پهلوان به قوت باشه از تربیه کدگی باشه چی به نمیگذره بیرق میگذره بچه یکی تولی بیرق آزاد که فرهاد ده بیرق آزاد که فرهاد بیرق آزاد که 100 من نمیشنشم 101 روز در بیرق بستی توفان نمیگیری برادر توفان نمیگیری بس در میدان 4 پاچک داره بقب 4 پاچک داره بقب جواهرات زن تلاواری از نامی منوچهر پهلوان منوچهر عبدالرحیموف بردنگل جارب کل سوم 1000 سامانی 1100 سامانی 100 سامانی سعید خان جنداخلی 200 سامانی چوکلبای تگایی 300 فرهاد مادم رسونده به چی گپ بودن میدان فرهاد مادم رسونده بست
شعر باران به میخانه من میریزد. بیزنم دست به تار و بی سرایم از دیل عرق. برادر چوماندازی نو داشته سید مرادی شیبانای برادر سمت دروازه بالا حرکت کرده، تو صاحبی سه توفه بهترینی میدان گشت، نوم به نومی عبدالحمید جارب خلی و چوماندازی ملک شیبانای سید مراد. خوش آمدید مخلصان و تماشابینان ورزشی ملی قدیمه تاجیکان بزکشی به این دیار زیبا منظری شیبانای. برادر نگاه کنه هنگ بین، در که پلنگ بین، چه بلبل در جنگل زنگی بابا بین، پرپری کوگور در دستار قاضی بین. برادر صاحب خان و باختر خان بین. پایان یک تک قالین، پایان یک تک قالین برادر، یک تک قالین. فقط دروازه آزاد باشه که تمامی مردم دروازه را ببینه برادر، تمامی مردم ببینه. کسانه که میخواه که بزا به قپه بز چار پاچک داره همه دور به قپش برادر، ای دور به قپش که کندی پرتافتی حلال شوه. داوران مرکزی، داوری سرداور، همه شخصان ورزشگران قدری زرگر میدانه. از همین سبب مهنت یگان کس انشالله رب العالمین نمیسوزانم برادر، مهنت یگان کس انشالله نمیسوزد. وقتی که چومانداز پرتوفت تو با بایدوق نرسیده یک 2-3 متر دوره خودش فکر کنه بینی بایدوق دا باشه، داور یک فکر کده حساب و حساب کده داده میتونه، نه که در بایدوق نرسیده داورم دادن نمیتونه، همونجا بز بیکار کرده توفه دیگه مونده با پایان برده میشود. یگان گپ زیادتی نشود برادر، گپ داری بیا اینجا پروای سکرتریت داره، آدمای کاردیده داره، بپرس همون آدم جواب تمیگه. در هر کجی گپ زیادتی نزد، فقط بز بکش. تکه دارید تکه آوردن به تنی مو، تکه سبک باشه وزمین میکنیم، وزمین باشه سبک میکنیم. تمام درخواست شما رعایت کرده شما را روزی کرده میتونیم، لیکن شما ما را همین خرازی کنیم که گپ زیادتی نزنید، کشیدن بگیرید. همه خوش آمد.